کمیته رؤسای مشران جرگه امروز با ریاست انجینر حسیب الله کلیمزای نایب دوم تدبیر جلسه نمود. در این جلسه علاوه از تنظیم امور کاری کمیسیون‌های 12گانه فیصله گردید که در جلسه عمومی روز یکشنبه مورخ 4 ماه میزان بر علاوه بحث آزاد وزرای ارشاد، حج و اوقاف، مهاجرین و عودت کنندگان و کار امور اجتماعی، شهدا و معلولین در رابطه و پرسش‌های سناتوران پاسخ را نمایند. و نیز در جلسه روز یکشنبه مورخ 6 ماه میزان وزیر امور داخله و رئیس عمومی امنیت ملی پیرامون وضعیت امنیتی کشور و اعضای جرگه معلومات را نمایند. همچنان در این جلسه روی اساسنامه اتحادیه مخابرات کشورهای اسلامی بحث صورت گیرد. در جلسه همچنان تصمیم اتخاذ شد که کمیسیون امور تقنینی، عدلی و قضایی روی موارد چگونگی تنظیم سفرها، استجواب وزرا و مسئولین حکومتی و چگونگی حضور سناتوران در جلسات کمیسیون‌ها و جلسات عمومی و برخی موارد دیگر را جهت غنی‌سازی هرچه بیشتر اصول وظایف داخلی مشران جرگه کار نمایند. اعضای کمیته رؤسا بار دیگر نگرانیشان را از برخورد دوگانه مسئولین کمیته تدارکات ملی و برخی ادارات دیگر حکومتی در برابر سناتوران ابراز داشته ادامه چنین برخوردها برای مشران جرگه غیر قابل تحمل دانستند و از وزارت دولت در امور پارلمانی خواسته شد تا با ادارات مذکور این موضوع را به طور جدی مطرح بحث قرار دادند که خود بدون رویدار معین آن وزارت که در جلسه کمیته رؤسا شرکت داشت در زمینه ابراز آمادگی نمود.